لبا ینگه چه شد؟ چه واقعه؟ امیر با تو یک چیز میگویم. شرف امشب به نزد من آمده بود، حالا در اینجاست. شرف همراه ینگ هم بوده است. از زنگ زدن شما خبر ندارد؟ نه او خوب است. من پنهانی زنگ میزنم. شد ینگه شما به او هیچ چیز نگویید. گوشش را به گپ گیرید، ما در حال می آییم. سراغ را با من گویید. امیر نهای، به اینجا نهای، مرا از کار پیش میکنند. پس شرف را چطور دستگیر میکنیم ینگه؟ من در کوچه قندلی نزدیک کوچه ساحل پایانی مسجد به آنجا بیایید. شرف برای از کوچه برآمدن مجبور از آن راه میگذرد. زود بیایید، او را در آنجا دستگیر کرده میتوانید. امیر من دیگر گپ زدن نمیتوانم. چی شد ینگه؟ نخواد ینگه، نخواد. چی شد؟ شرف گریخته است. گوش کنید ینگه، شما سحری به امنیت آیید. در این باره از نزدیک صحبت میکنیم. خیر تا بازدید. این کار تماما از حد گذشت. بیعقل. ما در این باره با مادرش گپ زده بودیم، تو باشی موری خوابی در رو بیدار نمودی. میفهمی؟ شما نمیفهمید. چرا نمیفهمم؟ دیگر با اون سلاح دست نمیرسونی. هممون رو میکشد. یا لیلا یا تو گفت. تو یکی از ما نمیرد مادر جان. او آرام نمیشود. میکشد. آخر من چه خیلی لیلا رو میکشم. دلم به تو میسوزد پسرم. من پگاه راست به بیمارخانه برای با اتیلا گپ زدن میروم. با او از نزدیک صحبت میکنم. این کارو با آخر میرسونم. تو زیق نشو. من خودم حل میکنم. نترسید من میبینم. مرحمت. این روزگورم اینجایند؟ این من؟ کی آمده است؟ به من نامه آمده است. کی گفتید؟ من مصطفی گوین، ادوکات ایرولوزگور هستم. گوش کنید، به فکرم خطاگیری شده است. من الکی با ادوکاتی پدرم صحبت کردم، یعنی کارهای حجت گذاری را حل نمودیم. من به همش امضا گذاشتم. این چی میشود خانم؟ من حالا کارم رو سر نکردم.
ما با او یک مرتبه بو خوردیم. به من کارتش رو داد. حاضر 1 دقیقه. کارتش باید با من باشد. ها انا یافتم. ادوکات ورال каратепе. انا بینید ادوکات ورال каратепе. بله اینجا در حقیقت دهه زکریا نوشته شده است. لیکن من هم زاده دهه زکریا هستم. نه این گونه آدم رو میشناسم و نه این گونه کوچه رو میدونم. این چی معنی دارد؟ خانم تا جای به من معلوم گشت بعضی ها مال و ثروت پدرتون رو از شما گرفتن میخواهند. یزنا یک ادوکات خوبی افتم. اول کارهای مالیوی رو حل میکند و شما رو از اینجا ببرد. زودتر دوستم زودتر. اگر فهمت همه این کارهایمان دو پول میشود. برای پدرش رو یافتن میدانی چقدر عذاب کشیدم. خواطر نشوید خواستتون شد. مال و ثروت را با دستان خودش به شما داد. تا خبردار میشود که همه چیز از آن شما میشود. بعد به کجای خواهد رفته شکایت کردن گیرد. در حجت‌های امضا گذاشته است اصلا مال و ثروت دست کشیده است میگویه. اینطور باشد زود کار را حل کن تا خبری خوش را به خانم پینار رسانم. گوش کن. شوخی و میخواهی که پیش از ثروتمند شدن ما گلخانه رو کسی دیگر بخرد. همه نقشه هایمان برباد میرود. پروا نکنید. آنجا رو غیر از شما کسی خریده نمیتواند. چرا؟ هفته گذشته پلیس‌ها تفتیشات گذراندند. از گلخانه یک ماشین مواد مخدر یافتند. تو چی میگویی؟ آفرین شرف، مردی حقیقی بوده است. مرا عذاب نمیدید. قبر خود را خودش میکند. این رقم در شبکه ما وجود ندارد. این رقم در شبکه ما وجود ندارد. چطور وجود ندارد؟ مرا فریب داده است مگر؟ این خطر دیر برابر آمده خدای ما در چند ساعت برسته باشه این نمیدونم بیزارم. این هایی خیل میکنم و خدای خیر. اپای فرده در اینجا امضا گذارید. ینگه اکان به کجا میتواند رفته باشد؟ به شما یگان چیز نگفته است؟ ما بسیار گپ نزدیم. احوالش خیلی بد بود. در پایش ایستاده نمیتوانست. دستش سخت درد میکرد. او را پراندنت شرط بود. چه خیلی شرط بود؟ در وقت گریختنی اکش شرف امیر باید نگاه کرده میستود. اکش یک طرف ایستد. اگر پدرش هم می بود باید میپرون. خیلی ینگه میروید. سلیم اگر یگان خبر رسید به من زنگ زن. خوب شده سردارم. به این هم بقیه خبر خواهد رسید. در تمام شهر او را میکوبان. اما خیر برای کار. تشکر رفیق میسر. رفتیم ینگه. سفرها بخیر رفیقان. شناسنامه‌هایتان را تفتیش میکنیم. برادر شناسنامه‌تان را میدادید؟ من شناسنامه‌ام را فراموش کردم. حاضر همراهتان است؟ نه. مرحمت به بیرون بروید. با شما پرسش میگذرونیم. همراه من آیید. بیایید. بیایید. به نزد ماشین روید. چی نام دارد؟
شرف نسبتان چیست؟ افیگیر. شرف افیگیر. آقای شرف شما را کافت خوب میکنم. همراه ما با شما میروید. مرحمت. باغاش دارد؟ نه. او رو با ماشین سوار کنید. از پس شرف دویده به خبرگیری امینه هم آمدن نتوانستم. مادرم هم حالا خبر ندارد. اول کارهای شرف را یک طرف کنیم، بعد یگان روز به خانه میآید. همینطور نه؟ امیر، من دیگر به اون خانه نمیروم. تو کودکان را گرفته بر. بگذار رفته بابا و بیبیشان را ببینند. پدرم در خانه نیستند. پس از رفتن شما آن کس نیز برآمده رفتند. به خانه بی صاحبان رفتند. هر قدر نروید گفتیم گوش نکردند. دیگر رویمان را دیدن هم نمیخواهند. ای خدا، او را مثل پدری خودم دوست می‌دارم. او نیز مرا مثل دختری خودش دوست می‌دارد. همه وقت مرا دخترم گفته جیغ می‌زد. اگر خانه می‌داشتم حتما او را گرفته به خانه خودم می‌بردم. ینگه، شما در کجا می‌ایستید؟ با تلفن گفتید که در یک جا کار می‌کنید. در کجا کار می‌کنید؟ در خانه یک زنی ثروتمند کار کرده، همونجا می‌ایستم. خانه او را روبوچین کرده برایش خوراک می‌پزم. کاش یکان کاری دیگر برای شما میافتیم. آخر در خانه مردم خدمتگار بودن شما به شرف اولادمان اسناد می آورد ینگه. نه، تو نادرست فهمیدی. او انسان خوب است. کودکانم رو هم بسیار دوست می دارد. تو شاید او رو شناسی. نامش آسیا کرکایونلو. آسیا کرکایونلو گفتید؟ چی شد؟ گوش کنید ینگه. آن زنی خوبی گفته اتان بینید که چه انسان است. نگاه کنید. نه. فریده در کجاست؟ چرا او قهوه نه آورد؟ ساری بر وقت برآمده رفته بود. زود برمیگردم گفت. چند ساعت شد. تلفنم رو بیار. نباید هر وقتی که خواهد برآمده رود. باید کی بودنش رو داند. باور نمیکنم. امیر این چقدر می شود؟ یعنی که او از تگ بینی هم دخترم رو گرفته گریختنی بود همین طور؟ ما هم از این شبهه داشتیم، لیکن در آخرین لحظه فرصت را از دست دادیم. اثبات کرده نتوانستیم. خانم آسیا زنگ میزند. ینگه، گویا شما از هیچ چیز خبر ندارید. مثل هر وقت رفتار کنید. میلش. لابای خانم آسیا، تو در کجایی؟ کجا گم شدی؟ به اجازتی من به کجا میروی؟ من در این خانه کی هستم؟ چرا این طور میکنی؟ یک کاری ضرور برآمد. حاضر من در امنیت هستم. در امنیت؟ چرا؟ درباره امینه بعضی خبرها رو شنیدم خانم. فهمیدی که او رو کی دزدیده است؟ ببخشید خانم، حاضر گپ زدن نمیتوانم. خوب میلش، کارت رو تمام کردی بیا. ترسید مگر؟ خیلی ترسید. زود گپ رو به دیگر طرف برد. میدانستم این دفعه حتما دستگیرش میکنیم. امیر، من چی کار کنم؟ همین طور خاموش ایستم؟ که او رو برای کارهای کردهش به جوابگری میکشی؟ ینگه، در این کار خانم آسیا تنها نیست. دیگران نیز هستند. برای همشون را دستگیر نبودن باید خاموش ایستید. باز که ها در این کار همراهند؟ روزی که از پس خانم آسیا بودیم آقای غالب هم همراهش بود. من روزی که امینه را یافتم از نزد مادرم برآمده بودم. دخترم را از همونجا یافتم. امیر، این چه می شود؟ یعنی مادرم هم با آنها همراه؟
خوش آمده. خانم جانان در خونه‌اند؟ بله، مرحمت. خوش آمدی. در اینجا چی میکنی؟ گفتنیم که کارهایم ببرو شدند. لیکن از حاضر میگویم که اگر تکلیفت به پول باشد بهوده وقتم را نگیر. پول گفتی؟ لیکن تو درباره ثروت گپ میزدی. من به قصرهای پدرت کار ندارم پینار. گپ در سری مهمان خانه و طربخانه و شرکت ها میرود. قهوه دارید؟ فهمای ینگه، حالا با او یگان چیزی نگویید. لبای سلیم. خدا را شکر. در کجا بوده است؟ نفهمیدید؟ بچه ها براه برآمدند. میلش من هم فوراً به نزدشان میروم. ینگه خبری خوش. شرف در شعبه پلیس بوده است. خدا را شکر. به یگان ضرر دستگیر شد. امیر، بیگناه بودن او را اثبات کرده میتوانی؟ خواطر نشوید ینگه، من کاری از دستم آمده را میکنم. این طور باشد تو از پس کارت شو. مرا در همین نزدیکی ها فرار. میلش ینگه، سخنانم را فراموش نکنید. میلش میدانم کمی دشوار میشود، اما مجبورید که خاموش ایستید. سردارم، کمیسر امیر زنگ زده رفیقانم را پرسیدند. الکی برابر آمدند گفتم. خواستم به شما نیز خبر دهم. مایلش، من فهمیدم سلیم. خواطر نشو. مایلش رفیق کمیسر، برای کار. چی شد؟ یگان نویگری هست؟ شرف رو دستگیر کردن. امیر در راه است. برای گرفتن او می رود. نه. همراهش یگان کسی دیگر هست؟ نه، لیکن باید من یگان کس رو به نزدش فرستم. یگان بهانه یاب. 10-15 دقیقه دیرتر فریست. تا این مدت آدمانی من شرف را میگریزانند. شما او رو کشتن میخواهید؟ چه شد؟ ترسیدی مگر؟ نترس. دزدیده در یک جا او را میپرتایم. بعد از آن کنی بینیم امیر خودش را چقدر سفید میکند. از این پس دیگر کسی در امنیت به او باور نخواهد کرد. مایلش، من بعد به شما زنگ میزنم. وقتی که فریده رو به من دادن طفل نوزاد بود. پدرش به آسیه دخترت مرد گفت. یعنی شوهری آسیه، یعنی پدری فریده، او هم خبردار نشده است؟ من اینش رو نمیدونم. یعنی فریده رو ترک کرده است یا مرده است، از این خبر ندارم. به این هم آقای رحیم از اول با اون مرد اویله‌دار شدن آسیه رو نمیخواست. او فقیر بوده است. شاید برای همین با دخترش مناسب ندیده است. یعنی شما فریده رو برای پول شدن نگاه بی نمودید؟ من به این هم یک فرزند داشتم. چی یک تا چی دو تا چی فرق دارد؟ گفته راضی شدم. هر ماه به صورت حساب مبلغ زیاد میگذارند. گمان کردم که نمیفهمند. پدرم چی؟ او چی طرف فهمید؟ وقتی که با آقای رحیم گپ میزدم شنید است. فریده و عتیله رو مثل فرزندانش دوست میداشت و بعد یک روی نموده. من حتما مادری اصلی اینها رو میابم میگفت. گویا این وظیفه‌اش باشد. او را چون دختری خودش خیلی دوست میداشت. گویا دختری خودش رو
нағз нигоҳ мекард. бале, ман ҳам кӯдаконро гирифта як шаб аз хона баромада рафтам. ӯ дигар маро асло наёфт. ҷони модар, биё. ширинакам, хуш, Осия чӣ? яъне ӯ аз шумо шубҳа надорад? наход шубҳа накунад, Пинор. аз пулҳои ба ман додаи падараш огоҳ шуда, тафтишотро сар кард. баъд хуб шуд ки Фаридаро ҳамроҳам надид. номашро ҳам намедонад. яъне касеро духтараш гӯям қабул мекунад? албатта қабул мекунад. ҳатто туро қабул мекунад. хеле хуб. ҳамин тавр не Ширинакам? ай, исто. дарҳол накушо. ту рафта дар боло пинҳон шав. касе дар инҷо буданат туро набояд донад. зудтар, зуд ба боло рав. зуд рав. рафтем ҷонакам. кушо. марҳамат. модарам дар ҳамин ҷо. фарида ҷон, хуш омадӣ. биё. биё шин. ин чӣ ҳафту ҳамдом аст? чаро ин тавр ба ман менигарӣ? чӣ шуд? як бор кардед, бахшидам. модарам аст. бадии маро намехоҳад гуфта бовар накардам. чаро ин корро кардед? ман чӣ кор кардам, Фарида? нишин. خانم آسیا و آقای غالب دخترم را گریزاندنی شدند. شما باشید دانسته خاموش ایستادید. ای تو چیو میگویی؟ کی این گونه سفسطه رو به تو گفت دخترم؟ وقتی که من به این خانه آمدم امینه همینجا بود. برای پنهان کردن به نزد شما آورده بودن. فریده به مادرت باور نکن. این طور باشد گپ نزدنش را از کجا میدانستید؟ در تلفن اول همین رو از من پرسیدید. امینه گپ زده همش رو نقل میکند گفته ترسیدید. همین طور نه مادر جان. خاموش. شما از اول میدانستید که دخترم در دست خانم آسیا است. آن زن دخترم رو دزدید. من باشم در خانه او خدمتگاری میکنم. از صبح تا شام برایش قهوه تیار میکنم برای خانم آسیا. به سخنان خبیهش طاقت میکنم. همش برای چی؟ برای اون که از گلوی فرزندانم خوراک گرم گذرد. من چقدر بی‌عقلم. برای همین خواستید که من در اونجا کار نکنم. اون خط رو هم شما نوشته اید. برای از اونجا رفتنی من و برای خود رو با اون کار همراه نکردنتون. خطا میکنی. این طور نیست. راست میگویید؟ به شما با یک شرط باور میکنم. همراه من به امنیت رفته همه چیز رو یک نقل میکنید. درباره آقای غالب، خانم آسیا و امینه هر چیزی که میدونید میگویید. شما مرا فهمیدید مادر؟ فریده این رو از من طلب نکن زیرا من این کار رو کردن نمیتونم. بس شد تمام جونکم شد بس. وای خوش روی جونکی من بس وای جونکی من شد تمام. حیران نشدم. باری دیگر در نزد شما قدر نداشتنم را فهمیدم. همش همین. از این پس شما هم در چشم من قدری ندارید مادر. دیگر شما رو مادر نمیگویم. من بعد اگر مرا در یگان جای دیدید رویتان رو گردانید. با کسی او دختری من است نگویید چون که شرمی دارم. فریده ایستو با من گوش کن. فریده قریب بود از روی تو شده دستگیر می شدیم. این کار از نقل کردنت هم بدتر بوده است. یعنی فریده در خانه مادری اساسیش خدمتگاری می کند. نقشه خودمون چی طور عملی می گردد اگر من با آنجا روم مرا نمی بیند؟ خواطر نشو. اگر خواهی دیگر در اون خانه نمی استد کودکانش را هم گرفته برآمده می رود. برای آسیا را تسلی دادن تو به خانهش می رویم؟ مادر جان چی خیلی شد به حقیقت مونه شد؟ اگر همین خیلی گویم به دخترش بودنم باور می کنم. برای باور کردنش یک نقشه ای دارم. چه خیلی نقشه است؟ شیری ناکم.
سرکمیسر شما رو انتظار است. فهمیدم رفیق کمیسر. گمانبر شده رو گرفته به اینجا آورید. خوب از شد. پس کار شوید. حاضر برای بردن تو میآیند. اتیلا پسرم یشری ترسانجک شما رو به اینجا فرستاد. اینطور می شود مگر پسرم؟ تو چی ها می گویی؟ هر دویتون هم جوانی با عقلید. با خوبی کار حل می شود گریه پسرم. بردارو نکنید و ما رو پسرم نگویید. مادر و پسر برایم خندیده از پس هم کار زدید. حالا با کارهای کردتان جواب میدهید. چرا ما جواب میدادیم؟ همسرت جواب دهد. خودش آمده پسری مرا زاره کرده است که او را گریزاند. یشر بیعقل است مگر چرا باور کرده است؟ بله پسری من بیعقل است. در کودکیش هم همین طور بود. پسرم بیعقل بود، لیکن در باطنش تماما بدی وجود ندارد. باطنش مثل آینه صاف است. من از وجودش بیزارم. به من جانش لازم است. لیلای بی ناموس همراه شوهرش یشر بین خود مصلحت کنند. باید یکیشان میرد. اگر نشد من به پسرت چیکار کردنم را گفتم. بیعقل نیست به فکرم. شما باشید از اینجا برآمده روید. زود باشید. الو یاسمن، من حاضر گپ زدن نمیتوانم. بعد به تو زنگ میزنم. میلش شرف حالت خوب است؟ چی شد؟ چی گفتند؟ دخترت رو کی گریزانده است؟ فهمیدی؟ چیزی فهمیده نتوانستم. من این موضوع رو محکم کردم. البته کاری خوب کردی. مادامی که دخترت در برت است دیگرش اهمیت ندارد. و غیر از فرزندانم دیگر چیزی برایم مهم نیست. من همچنین فکر میکنم. فهمو این طور باشد از پسی کارهایت شو.
همین روزنامه رو با من دیدی؟ مرحمت. گمانبر شده رو تسلیم کردیم. یگان مشکلی نمیباید یا اینکه گروه رو انتظار شوید. آنها در راهند. در راه با آنها وا میخوریم، بعد یک جا میرویم. فکر نمیکنم که یگان مشکلی براید. اگر رود و یگان چیز شود من به عهده میگیرم. خواطر نشوید. خیر مایلاش، خودتون میدونید. برای کار. تشکر. سرباز تو با من بیو. بیا شرف میرویم. دستت رو گیر. من از آن دزد راهزنایی نیستم که از کوچه میدوری. خودم میروم. دراشم. تا ماشین، قصر زیبا، قالین های قیمت، مبل های زمانوی، دیوار کاغذ های زیبا، همش از آنی من. دردم سر شد. من با کسی کار ندارم. دو دانه ماشین، یک تایش کشوده، دیگرش محکم. خدمتگارهای زیاد، خانه‌ای بر هوا. حیاتی بهترین، حیاتی نو، خوش و خرسندانه زندگی میکنم. استراحت میکنم مثل ملکه زندگی میکنم. الو سلیم، این گروه کجا شد؟ مایلش پس مرا در نزد کوچه پالینت انتظار شود. من شرف را دستگیر کردم. حاضر به آن طرف میروم. در آنجا وا میخوریم. با تنها بودنت باور کنم؟ کمتر پس شریکانت از چپ و راستم برآمده به پیشانیم سلاح میگذارند. شرف، چرا تو مرا فهمیدن نمیخواهی؟ من برای فایده خودت کردم. اگر لازم شود باز میکنم. شاید این دفعه با عقل شده باشی. از دستم نیو از پیشانیم میپرانی. البته اگر گریزم تو را از کار پیش میکنم. از همه مهم برای تو کارت است. بله کارم است. از همه چیزی مهم برای من کسبم است. برای ناموسم را حفظ کردن کسی را دریغ نمیدارم، نه برادر و نه عائله ام را. گناهگار هر کسی نباشد در همان جایی می نشیند که تو نشسته ای. مادر جون یک چیز گفتن میخواهم. حاضر چیزی نگوی. یاشار در کجاست؟ بعد از شما برآمده رفت. چیزی نگفت؟ نه نگفت مادر جون. مادر سلاح در کجاست؟ سلاح نیست. در اینجا هم نیست. یا پروردگار. من میخواهم بعداً چیپ بخرم.
چند نفرید؟ یک نفر. رفت آمد؟ نه، با یک طرف. خوب شده است. اینها چیکار میکنن؟ امیر نبرو. از جایت نشو شرف، سرات رو خم کن. شما چی میخواهید؟ امیر بیا خیر، بیا ماشین درو. اینجا بیا. شما کیستید؟ کیستید شما؟ قاسم سرده سرده. ماشین درو. پشت از ماشین. کمت رو گیر. کمی پایان تریستا. این را پرتافته خلاص شویم. علا شکر. یاشار یاسومن در کجاست؟ یاسومن دخترم در کجاست میگویم؟ او در آنجاست، در حجره‌اش. یاسومن 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 بیا دخترم. یاسومن دخترم به خود بیا. با دخترم چی کار کردید؟ وقتی به من زنگ زد با یک عذاب گپ میزد. غالی بلاهای بسرم اومده رو نمیدونی. از برای خدا مگر او به نظرم میتابد. بیا جانکم بیا. مادامی که در نظرت نمیتابد دیگر در خانه اتان نمیماند. بیا جانم بیا. سردارم خوب هستید؟ شرف بد زدند او را گریزاندند. با کجا پرتافتید؟
خب حالا که ها به خود آمدگی است. اگر با عقل باشد میگریزد. از این پس کمیسر امیر خودش را سفید کند و بیند. نتیجه تحلیل ها را گرفتید همشیره؟ حاضر دکتر می آیند. آن کس به شما می فهمانند. خدا شفا دهد. دیده ایستاده یا خیر؟ باز پدرت در پهلویت. شوهرت را هم به نزدیکی خوب میشناسی. پدر خوبی کردهتان رو در حال مینت نکنید. اگر دروغ است باید تا آخری عمر نگاهبین میکرد. چی شد؟ من از اول گفته بودم این آدم با تو موافق نیست. هر کس موافق خودش، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ. من و امیر با هم موافق نیستیم، لیکن شما با خانم آسیا موافقه. حالا قبر دخترتون خشک نشده فکری خونه دار شوی کردید پدر. باز به من زندگی را یاد میدهید. حالا هیچ مشکلی نیست. لیکن خوب میشد پیش از حامله دار شدنتان شما با یک چند متخصص مصلحت میکردید. چرا این طور میگویید؟ در خارج بعضی همکسبانمان آدمانی مثل شما معیوب را به پا خیزانیدند. به پا میخیزانند؟ برای طبابت دخترم اگر لازم آید به آن طرف دنیا هم میروم. تنها یک امیدی باشد بس. امید هست، اما خانم یاسمن حالا طبابت گرفته نمیتوانند. چرا؟ چرا طبابت نمیگرفته است؟ مگر شما خبر ندارید؟ خانم یاسمن حامله دار دوگانگی را انتظارد. مادر جان، امینه دیشب در خوابش پدرم رو دیده است. تو از کجا فهمیدی؟ نوشت، من میپرسم او مینویسد. پسرم تو رفته یک قلم و ورق بیار. خوش رو یکی من حاضر من میپرسم تو با چی جوابش رو در ورق مینویسی؟ همون طوری که با کرد نوشتی. مایلش پسرم تو رفته کمی تلویزیون تماشا کن. مایلش امینه دخترم، کی تو رو جیغ زد؟ تو در خانه کی ایستادی؟ اکاد گفت که فکرهایت رو نوشته میتوانی. کنی نویس دخترم. اکاد گفت می نویسی یا اینکه نوشته نمیتوانی؟ ها؟ گوش کن. روزی که من تو رو یافتم تو از کجا می آمدی؟ از خانه کی می آمدی دخترم؟ بیام فهمیدم تو رو کی به خونه بیت برد؟ ها؟ کی تو رو به اونجا برد؟ خانم آسیه؟
Kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime bıraktın her istenimde farklı bir de sen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktın her istenimde farklı bir de sen. یک زمان موسم ها همیشه بهار بوده. افسوس که آن روزها دیگر پس نمی گردند. در دلم تماما مهر نمانده است. غم روحم را آزرده گردان. خدایا خداوندا منی عاجز را تنها نگذار. اپایوشه جنت چه خیل است؟ چه خیل می شد مثل پیشتره. چه خیلی که بود در حجرش در نزد تریزا هر روز دارو می خورد. خواب می رود می خیزد. انا می خیز. در استانبول فکر و خیالم با او بود. کاش بیشتر با او وقت می گذراندم. آخر تو کار میکنی؟ هیچ گپ نی. هیچ نباشد شما همراهش به او کمک میکنید. دخترم است. از خدا امید دارم.
شرف اومده است. برای بردن من اومده است. شرف مرا جیغ میزند. تو باز به همون خانه نگاه میکنی؟ سال هاست که با امید می‌نگرد گویا شرف می اومده باشد. نپرس دخترم، شب و روز انتظار است. میآید میگوید و خلاص. لیکن آمد. پشیمان شده است. خیلی خیلی پشیمان شده است. برای مرا پرتفته رفتنش با من باور نمیکنی؟ بیا با تو رو نشان میدهم. بیا جنت، بیا با تو رو نشان میدهم. ملک بیا. جنت، التماس بیا. انا در اونجا. جنت، نگر، در اونجا کسی نیست. من دیدم. شرف اومد. مرا گرفته از اینجا میبرد. یگون کس نفهمد گفته در یگونجا پنهان شده است. تو هم نگوی میلش. تو هم به اینجا اومدنش رو نگوی میلش. اگر گوی او را میبرد با کسی نگوی. با کسی نگوی میلش. جنت جان، التماس نمیگویم. تمام. به یگون کس نگوی. آرام شد، همش میگذره. نگوی. دخترم تو چیکار میکنی؟ خنک میخوری آخر. کاشان رزیل رو یافته میتوانستم. با او چیکار کردنم رو میدونم. دخترم به گذشته صلوات. شرف چی گناه دارد؟ گناه نداشته است؟ 2 روز پیش از توی گریخته رفت. به همش مادرش گناهکار است. در یک شب پسرش را از راه زد. من دختری راننده را کلی نمیکنم گفت و خلاص. دختری کی را عروس کرده باشد؟ خدا میداند به سری آن بیچاره چی بلا آورده است. بیا دخترم درآید، سحر گپ میزنیم.